یه موقع‌های بعضی از مراجعه ها میان به من میگن که مثلا یه اتفاقی افتاده، چی با یه نفر رفتم تو رابطه، خیلی هم خوب، خیلی متفاوته، خیلی خاصه، نمیدونی چقدر درکم میکنه، نمیدونی چقدر مثلا بهم توجه میکنه، چه کارایی برام میکنه، اینو خواست بخره، این کارو خواست بکنه. گفتم اوکی، چقدر رابطت گذشته؟ یه هفته. قیافه من. ببینین اول رابطه همه آدما نقش ایدئالشون رو دارن بازی میکنن، همه آدما. یعنی شما با هیچ اصلا دیگه طرف باید مثلا بولد اختلال باشه که مثلا اول رابطه بیاد مثلا فشکش کنه طرفو. همه آدما و خیلی از آدما، درسته که میدونم الان یه چیزی مد شده که آدما گستن، خیلی وقتا مثلا طرف 4 روز هست دیگه نیست، اولویت نمیده، توجه نمیده. من با اینا الان کاری ندارم، من دارم در طور مبحث رابطه حرف میزنم. اول رابطه اصولا ببینید چند ماه اول آدما دارن توی نقش ایدئالشونن، یعنی سعی میکنن که توجه خیلی خوبی بدن، مثلا حمایت بدن، چیزایی که فکر میکنن برای آدم مهمه رو انجام بدن. پس ما نمیتونیم لزوما بر اساس اول رابطه قضاوت کنیم 100% که یک آدمی شرایط ارتباطی رو داره یا نداره، پروسه خوب است یا نیست. شما باید اجازه بدین یه بازه زمانی گذر کنه که از اون هیجانات اولیه کاهش پیدا بکنه، بعد ببینیم واقعا رابطه چند مرده حلاجه. بعضی از حالا این دوستان هستن که اول رابطه دیگه خیلی ایدئالن، یعنی بیشتر به جایی که در نقش پارتنر باشن شما احساس میکنین که یه پدر خوب و مهربون گوگولی به دست آوردین. بعد از یه بازه کم کم متوجه میشی که نه، انگار یه جاهای این آدمه نیاز روانی بیشتری به تایید داره. یعنی هر جایی که من دارم ازش تعریف میکنم، تمجید میکنم، تعریفش میکنم، انگار حالش بهتره، انگار کم کم یک دسته توقعات متفاوت داره از خودش نشون میده. حتی یه جاهای ممکنه این اتفاق بیفته که مثلا انگار بعد از اینکه متوجه شد بهش وابستم، یه جاهای ممکنه حضور کمرنگی داشته باشه. بعد به محض اینکه متوجه میشه از این حضور کمرنگش ممکنه منم فاصله بگیرم، دوباره پررنگ میشه. یه جاهایی ممکنه که درباره آدمای دیگه صحبت کنه، آدمای دیگر با من مقایسه کنه، حتی تو سر من بکوبه. یه جاهایی ممکنه سرزنشگر باشه. آدمی که اول رابطه تو این فاز بود که من درکت میکنم، من با روابط قبلت فرق دارم، من نمیذارم تو آسیب ببینی، من همیشه در کنارتم و اینها. مرسی از همراهی شما. اسپانسر امروز این ظرفش داغ موضوع باشه. مرسی. تشکر فراوان. آره، آدمی که میگه من همیشه همراهتم و کنارتم و این داستانا، الان تو داری میبینی تبدیل میشه به یه آدمی که خیلی جا ازت عیب‌جویی میکنه، خیلی جا سرزنشگر میشه، حتی خیلی جاها ممکنه ببینی با روابط نزدیک تو مثل دوستانت، مثل حتی یه جاهای نقش روابط والدیت داره وارد رقابت میشه. شاید اول رابطه این آدما خیلی جذاب باشن، ولی بهت پیشنهاد میکنم اگر بعد از یه بازه این علائم رو دیدی از اون رابطه فرار کن. فکرم نکن میتونی کسی رو تغییر بدی، هیچ وقت نمیتونی کسی رو تغییر بدی. مرسی.